بنابراین استاد ما علامه شیخ محمد ابن محمد مختار شنقیطی در مسجد جده تقریبا زیاده از 20 سال پیشتر به شرح سنن ترمذی شروع کردند و در مقدمه سنن ترمذی گفتند که این کتاب بر ذمه ما حق عظیم دارد و چندین سببهایش را برای چی مخصوصا سنن ترمذی را در همین مسجد شرحش را انتخاب کردند بیان کردند و بعد از آن میزه سنن ترمذی را بیان کردند که سنن ترمذی از دیگر سننها فرق عظیم دارد. سنن ابو داود فقه است، فقط حدیث های احکام است. حتی بعضی ها امام ابو داود را میگفتند که در مذهب امام احمد است، برای اینکه همه حدیث هایی که روایت میکند غالبا مذهب امام احمد به همون حدیث ها تکیه کرده است. حدیث های احکام است، حدیث های فقهی است. سنن ابن ماجه هم همین خیل و سنن نسائی هم فقط ذکر حدیث است. اما سنن ترمذی، حتی جامع ترمذی میگن اون کتاب قدر دارد و کتاب ایمان دارد و کتاب علم دارد و کتاب جامع هست مانند صحیح بخاری و غیر از این. با امام ترمذی رحمت الله علیه یعنی فایده های عظیم میگه. امام ترمذی امام بزرگ هستند، از ترمذ هستند، تاجیک هستند 100%. ترمذ امروز یعنی که در منطقه ازبکستان قرار دارد، لیکن مردمش به زبان تاجیکی حرف میزنند. خلاصه امام ترمذی بسیار امام بزرگ هستند و بعضی انسان ها قدر این امام را نمیدانند